آیا تا به حال در مسیری که قرار دارین دچار تردید شدین؟ اونم به این علت که جایی که میخواین نیستین، یا شاید هم فقط نشستین و درباره توانایی‌هاتون به شک افتادین و احساس کردین که به اندازه کافی باهوش، بدی یا با استعداد نیستین. عجیبه، اما توی مسیر درستی قرار دارین. این تجربه‌ها طبیعیه. تنها زمانی دست از آرزو کردن برمی‌دارید که پرسش رو متوقف کرده و از جایی که هستید راضی باشید. این 7 نشونه میگه که شما موفق خواهید شد. 1. با اینکه نمیدونید چطور بهش برسین، اما میدونین چی میخواین. تا حالا شده از چیزی اونقدر مطمئن باشین که مدام از انرژی سرشار بشین؟ شاید همیشه میدونستین که میخواین یک رقصنده باشین. شاید از همون موقعی که اولین کفش بالا رو گرفتین. شاید هم خیره شدن به آسمون شب به عنوان یک نوجوان تنها و گمگشته شما رو کنجکاو کرده که بدونید پشت خلأ بزرگسالی چیه و این بهتون انگیزه داده که ستاره شناس بشید. شما کاملا مطمئنین که چی میخواین، اما شاید هنوز الزاماً ندونین که چطور میتونین به آرزوتون برسین و این اشکالی نداره. از یه جایی شروع میکنین. این اون چیزیه که مهمه. 2. به راحتی حوصلتون سر میره و عاشق چالشین. ما اغلب ویژگی‌هایی مثل تنوع طلبی رو به رفتارهایی مثل قمار، سوء مصرف دارو و بیش فعالی نسبت میدیم. اما به استناد دکتر رابرت کلونینگر، روانشناسی که برای اندازه‌گیری این ویژگی تست‌های روانشناسی طرح کرد، تنوع طلبی چیزیه که افراد رو شاداب و خلاق نگه می‌داره. کلونینگر میگه برای موفق شدن باید بتونیم برانگیزش هامون رو تنظیم کرده و علاوه بر اون هنگام امتحان چیزهای جدید توانایی تصور آینده رو هم داشته باشیم. اگه به سادگی حوصلتون سر میره، الزاماً به این معنا نیست که بی انگیزه هستین، بلکه این پتانسیل رو دارین که هنگام تجربه های جدید رشد کرده و از خلاقیتتون بیشترین استفاده رو بکنید. 3. بین زندگی و کار تعادل ندارید. به جای اون فقط روی زندگی تمرکز میکنید. تمرکز روی زندگی یعنی چی؟ به عنوان انسان ما در تلاشیم تا به طور نظاممند جنبه‌های مختلف زندگی رو دسته‌بندی کرده تا از کنترلمون خارج نشن. اما به جای اون که بخوایم همه چیز رو به خوبی سر جاشون قرار بدیم، آسان‌تره که روی جزئیات تمرکز کنیم. در نتیجه اصل موضوع رو فراموش میکنیم. موفق بودن یعنی حرکت با جریان و انجام کاری که فکر میکنید برای سلامت روان، دوستان و همکارانتون بهتره. با اینکه مقدار معینی نظم و داشتن ریتم مشخص مناسب خودتون مهمه، استفاده بهینه از هر روز هم ضروریه. موفق بودن الزاماً به معنی هفته‌ای 40 ساعت کار نیست، بلکه اونچه مهمه پیدا کردن هدف و معنا در امور هر روز است. همدلی رو تمرین می‌کنید، مراقب هم‌تیمی‌هاتون هستین و شادی دیگران رو جشن می‌گیرید. با اینکه با انگیزه بودن در کار جالبه، اما افراد موفق اطرافیانشون رو فراموش نمی‌کنن. موفقیت هرگز به تنهایی اتفاق نمی‌افته و همیشه محصول مشارکته. اگه اطرافتون آدم‌های ماهری داشته، هوای هم‌تیمی‌هاتون رو دارید و با دیگران همدردی می‌کنید، همین الان در مسیر درست هستین. جامعه اغلب محیط کار رو محیطی بی‌رحم ترسیم می‌کنه، اما رقابت زمانی که افراد نتونن از هم یاد بگیرن دیگه معنایی نداره. خودداری از عادات شیفته‌وار و یاد گرفتن کمک به دیگران تا حد ممکن از اهمیت زیادی برخورداره. از رویاهای همدیگه حمایت کنید و به هم کمک کنید تا به آرزوهاتون برسین. 5. تمرین تواضع می‌کنید. روی دستاورداتون تمرکز نمی‌کنید و نمی‌خواین مدام خودتون رو به دیگران اثبات کنید تا در نتیجه خودتون رو در مرکز توجه قرار بدین. در عوض فقط میخواین بهتر بشین و نه برای مخاطبین، بلکه فقط برای خودتون. وقتی پشت صحنه روی بهبود مهارتاتون کار میکنین، مسیر کاریتون درست‌تر میشه. علتش هم اینه که موفقیتتون فقط برای مشاهده خودتونه. موضوع دیگه نمره‌ای که گرفتین و روی بورد کلاس زده شده یا میزان لایک هاتون توی شبکه‌های اجتماعی نیست. شما به پیشرفت اهمیت میدین، چون بدون هیچ ریایی میخواین بهتر بشین، نه اینکه عملکرد بهتری داشته باشین. 6. پول به منزله پاداش بهتون انگیزه نمیده، بلکه اون رو به عنوان یک منبع مالی میبینین. براتون پول درآوردن مهم نیست، چون میخواین از عهده خرید اموال گرون قیمت به ماشین‌های مدل بالا بر بیاین یا توی مراسم‌های ویژه مثل کوکتل پارتی شرکت کنین. در واقع پول رو مثل یک سیلی تو صورت میبینین. چون موفقیت میتونه با چیزی اندازه‌گیری بشه که به همون سادگی که به دست میاد میتونه خرج بشه. بله،
کسب درآمد برای بقا الزامیه، اما شما اجازه نمیدین که تبدیل به همه چیزتون بشه، بلکه بیشتر روی کسب درآمد تمرکز میکنین تا به جامعه حامیان و همتیمی‌های تلاشگرتون برش گردونین یا منابعی تهیه کرده و تجربی کسب کنین که به کسب و کارتون، طرحاتون و علایقتون ثبات ببخشه و باعث رشدش بشه. شما به شغل ایدئال اعتقاد ندارین، به جاش به کار سخت معتقدین. پافشاری رمز موفقیته. مردم اغلب میگن که عشق توی داستانها وجود نداره. درباره موفقیت هم همینطوره. به جای خیال بافی درباره احتمالات شغل ایدئالتون، بریم بیرون و برای ساختنش کار کنین. موفقیت یک شبه افسانه است. برای اینکه به اهدافتون برسین، باید بدونین کار سخت، فداکاری و شکست از عناصر تشکیل دهنده این مسیرن. در واقع این چیزیه که اونو ارزشمند میسازه. اگه موفقیت بدون قطره‌ای عرق و اشک دو دستی بهتون تقدیم میشد، پیدا کردن معنیش سخت میبود. اما شما علاوه بر این میدونین که موفقیت همه چیز نیست و در واقع تنها یک لحظه است. وقتی این رو میفهمین، موفقیت به تجربه‌ای متواضعانه تبدیل میشه، چون میفهمین که اون بدون احترام و عشقی که برای خودتون و دیگران دارین اهمیت چندانی نداره. آرزوهای شما چیان؟ شما هیچ کدوم از این نشونه ها رو تجربه کردین؟ توی کامنت ها بهمون بگین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، حتما وبسایتمون هم چک کنین.